افکار شما انرژی داره و ارتعاشش روی شما، زندگیتون، اجسام و افرادی که به زندگی شما مربوط میشه تأثیر مستقیم میذاره. آقای بکستر مسئول بازجویی سازمان CIA امریکا بودن. با دستگاه پلیگراف، همون دروغ سنج، آدما رو بازجویی میکردن. یه روزی به طور اتفاقی دستگاه دروغ سنج رو میبرن خونه، وصل میکنن به برگ گیاهایی که توی خونه داشتن. به این فکر میکنن که بلندشن به این گیاه آب بدم. میبینن دستگاه شروع به حرکت میکنه، یعنی برگ گیاه قبل از دریافت آب اندیشه آقای بکستر رو دریافت میکنه. این بار میاد تو جهت عکس استفاده میکنه. به این فکر میکنه که بلندشم این گیاهو آتیش بزنم. میبینن خطای ناموزون میکشه و اون لرزه‌نگار با سرعت عجیبی شروع به حرکت میکنه. وقتی که گیاه اندیشه انسان رو دریافت میکنه، چطور میشه که شما صبح تا شب منفی فکر میکنی بعد هیچ اتفاقی نباید مشابهش توی زندگیت بیفته؟ مطمئن باش بین افکارت و اتفاقاتی که داری تجربه میکنی یک رابطه مستقیم وجود داره.